اصلا چطوره بریم آموزش گلد کردن بیوای 15. اول از همه وارد لوپ اوت میشید، بعد وارد بخشی که بیوای هست میشید، بعد میرید توی کمون که میرید اینجا باید همه رنگ ها رو فعال بکنید. چجوری باید فعال بکنید؟ اولی که باید 300 کیل داشته باشید، یعنی 300 نفر رو بکشید. دومی یعنی اینکه فول اتچ 200 نفر رو بزنید. فول اتچمنت یعنی چی؟ یعنی اینها رو ببینید، اینها باید 5 تا داشته باشه. اینا باید 5 تا حداقل اینا با هم دیگه داشته باشه. وقتی که 5 تا داره 200 نفر رو با هم دیگه بهش بیارید. این توی یکی از قسمت‌های دیگه باید 80 تا بدون اتچمنت داشته زده باشید، یعنی اینکه اصلا اتچمنت نداشته باشید، اون پر باشه. و چهارمی یعنی اینکه از راهتون 30 نفر رو بکشید. اینجا میگه 40 تا هد بزنید و اینجا میگه 50 تا هیت فایر بزنید، یعنی بدون ایم بزنید. مرسی که حالا چطوری دایموند بکنیم گانمونو. اول از همه باید توی هر دستی که بازی میکنید 10 نفر رو بکشید. بعد 120 دست بازی بکنید و توی هر دست 10 نفر رو بکشید. اون وقت میتونید دایموند بیوای رو بگیرید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، دنبال کردن فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.